در نهایت شاهد تایید ETF ریپل بودیم و همونجوری که دارید میبینید دیروز 22 ژولای سال 2025 در نهایت ETF ریپل تایید شد. اما نکته که باید در موردش صحبت بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم اینه که ما در حال حاضر فقط ETF مربوط به بیت وایز رو دیدیم که تایید شد و حالا چیزی که اینجا هم ترجمهش کنیم این پست رو میبینید کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا SEC در نهایت ETF بیت وایز XRP رو تایید کرد. خب بعد هم نوشته پذیرش گسترده در راه است. این نکته خیلی مهمیه. نگاه کنید بیت وایز فعلا یه دونه است که حالا تاییدش رو گرفته. هنوز گزینه‌های بزرگتری مثل ری اسکیل، مثل بلک راک و حالا موارد اینچنینی اینها هنوز تایید نشده. ETF ریپلشون که ما شاهد رشد قوی بخوایم از بازار باشیم. اما در کنار این موضوع یه خبر دیگه هم چند ساعت گذشته اومد، تقریبا 9 ساعت گذشته، که خب میشه گفتش که بلافاصله بعد از انتشار این خبر هم اومد. چیزی که خبر اومد نوشته که SEC حالا میشه بخوام بیت وایز تونست که تاییدیه ETF ریپل رو از SEC بگیره. اما خب اینجا میبینیم که توی بخش بعدش نوشته که توقف پیدا کرده معاملاتش و در واقع میشه گفتش که شروع به فعالیت نکرده، هنوز شروع نشده، ما شاهد استاپ فعالیتش بودیم. اما خب زیاد بحث نگرانی نیستش که بخوام بگیم اوکی حالا اتفاق خاصی افتاده، نه به اون شکل هم نیست. بذاریم موارد اینجا رو با هم بخونیم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. نشه کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده با تبدیل صندوق‌های شاخص رمز بیت وایز به یک صندوق قابل معامله در بورس ETF موافقت کرد که گام مهم برای سرمایه‌گذاری‌های متنوع در حوزه رمز به شمار میرود. اما درست زمانی که بازار رو شروع به کنش نشون دادن کردن، راه اندازی ETF به دلیل توقف نظارتی به طور ناگهانی تعویق افتاد و سرمایه‌گذاران ناامید کرد و تحلیلگران را در مورد این اقدام به تردید انداخت. خب دقت بکنید دوستان، سایت بیت وایزه و نگاه یه سری پروداکت، یک سری محصول داره، بیت کوین، اتریوم، حالا این وسط هم یه سری استکینگ داره که به عنوان مثلا اینجا اپتوس رو داریم، نیر، سولانا، اتریوم و یه سری آلت کوین هم اینجا هستش که اینجا ببینید چه بیت وایز فیزیکال XRP ETP و خب اینجا یک جوری همون کار ETF ها رو دارن تا حدودی انجام میدن، اما خب یه جوری متفاوت تری و خب دارن یه جوری میشه که سیستم رو دور میزنن و قرار این سیستم بیاد و دقیقا مثل بیت کوین و اتریوم به صورت کامل رو حالت ETF قرار بگیره که همه افراد بتونن دسترسی راحت داشته باشن و خب بخوان ازش استفاده بکنن. اما نکته حائز اهمیت چیه؟ اینه که خب ما اینجا داریم میبینیم که متوقف شده برای حالا یه سری موارد بحث نظارتی، گفتن که خب باید متوقف بشه، بررسی بشه که ببینن دقیقاً به چه شکله. پس ما تاییدش رو الان داریم، تایید شده، اما بنا حالا به هر دلیلی فعلا متوقف شده. چیزی که توی بازار اتفاق میفته، ما شاهد یک ریزش قوی از بازار بود. یعنی میشه گفتش که ریپلی که روی کف الگوی مثلث خودش رو معدل حمایتی خوبی داشت، میتونست به سمت اعداد بالاتر حرکت بکنه، اما با این خبر خب جایی که بخواد نفسی بکشه به عنوان یک پوینت منفی باعث اصلاح بیشتره ریپل شد، هرچند که حالا توان این رو داشت که به سمت اعداد پایین‌تر هم بیاد و فعلا این جایگاه رو ما انتظار داریم. چیزی که هست اگر نتونه نهایتش تا فردا جبرانش بکنه، به اصطلاح راه اندازی بشه، به احتمال خیلی زیاد ما یک اصلاحی تا معدل پایین‌تر خواهیم داشت. یعنی میایم برای معدل حتی $3، حالا به نظر من خودم $3 تقریبا 10 سنت میتونه به عنوان تارگت اولش باشه. حتی من خودم اینجا هم یه پوزیشن کوچیکی اینجا باز کردم، منتظرم که حالا شرایط کم بهتر بشه و بعد از اون دوباره حجم رو هم بیشتر بکنیم. خب ببینیم
میخوایم بریم این محدوده رو به سمت پایین ببینیم. احتمالش خیلی زیاده مگر اینکه حالا بنا به هر دلیلی بتونیم بیاد و بالای این محدوده. اما به صورت کلی یک اینکه ما دقت بکنید چی رو از دست ندادیم هنوز، یعنی ETF تایید شده، چیزی رو از دست ندادیم و ETF بیت وایز نهایتش تا یکی دو روز آینده خیلی میخوام دیگه به تمازی تا هفته آینده اجرایی میشه، چون تاییدش رو گرفته و مشکلی نداره، الان به صورت قانونی میتونه فعالیت بکنه. حالا به صورت به علت یه سری موارد فعلا یک توقفی ایجاد شده. اما نکته بعدی که خیلی هم حالا مهم هست بحث تایید ETF های دیگه است. دقت بکنید ما داریم میبینیم که فعلا بیت وایز این وسط این اتفاق براش افتاده و تایید شده، اما خب مابقی این اتفاق براشون نیفتاده. خب من لیست چیا رو آوردم، ETF ها رو آوردم. خب بین اینها میبینید که کلی ما هستش که خب درخواست ها داده شده برای ریپل. البته همشون درخواست ندادن برای ریپل، اما خب نکته که وجود داره دونه بدونه اینها کم کم وارد این گزینه میشن. الان مثلا ETF اتریوم رو هم بخوایم اینجا ببینی، اصلا میکنم یه لحظه بذاریم اینجا تا بیارمش داخل این سهم. تو بحث اتریوم که داریم میبینیم مثلا گری اسکیل رو اینجا داریم، دوره گری اسکیل رو داریم، بلک راک رو داریم، بیت وایز رو داریم، فیدلیتی رو داریم و فرانکلین و 21 شیرز. خب چیزی که داریم میبینیم اینجا یک مقدار کمتر هست. خب قاعدتاً کم کم اتریوم هم ریپل هم میتونه دونه بدونه مثل اتریوم بیاد قرار بگیره توی سبد ها و حجم های نقدینگی بسیار بالایی رو روزانه بتونن جذب کنن. مثل این چند وقته که شما دارید میبینید به صورت توتال 500 میلیون، 296 میلیون، 400 میلیون، 600 میلیون، 700 میلیون، اعداد بسیار بزرگی و توتالش رو وقتی نگاه میکنیم 800 بیلیون دلار جذب سرمایه داشته و خب این عدد بسیار بزرگیه برای این ارزها و اتریوم ریپل هم میتونه دقیقاً در همین جایگاه قرار بگیره و همین شرایط رو پیش ببره. پس فراموش نکنید که هیچ را دست نده و باید الان برعکس آماده باشیم. حالا کجا میتونه خوب باشه؟ به نظر من چند تا پارامتر رو در نظر بگیریم. یکی این که اگر قیمت ما بتونه بالای محدوده $3.40 کلوز کندل رو بده در تایم فریم دیلی که نشون بده، چون الان میبینید ما اینجا سقف گذشتمونه، میبینید اینجا ما اومدیم زیر این محدوده. خب فعلا شکست انجام شده، به احتمال برگردیم به سمت محدوده پایینتر تا حتی مثلا زیر $3 هم میکنش هستش که اسلاید داشته باشیم و بیایم توی این باکس مثلا دارم میگم اصلاح عمیق تری رو براش در نظر میگیرم تا این محدوده که بین $2.90 تا $2.96 هستش هم بیادش و خب این گزینه خیلی خوبیه که ما میتونیم روی نقاط پایینتر تا محدوده $3 خریدهامون انجام بدیم. پس فراموش نکنید دیگه چی تا ETF هم نمونده و اگر چنین اصلاحی رو داد دیگه باید خریدهاتون رو انجام بدید. اما اگر نه، برای هر دلیل قیمت بتونه بیاد به سمت بالا و بالای $3.40 در تایم فریم دیلی کلوز کندل رو ببینیم، بهتره که کم کم نقاط ورودتون رو انتخاب بکنید، پله به پله ورود بکنید و بخشش رو در نظر داشته باشید. بعد از عبور از این سقف که $3.65 هست دیگه در نهایت ورود خودتون رو انجام داده باشین، چون به احتمال خیلی زیاد شاهد پامپ‌های عجیب و غریبی از ریپل باشیم. ریپلی که به شدت کامیونیتی داره، اخبار پشتش زیاد میاد و میتونه در این مسیر رشدهای بسیار گسترده‌ای داشته باشه. قبلا در مورد تارگتش هم زیاد صحبت کردیم. یک عدد خیلی دست یافتنی میخوام بهتون بگم، به نظر من $10 الی $12 خیلی راحت میتونه داشته باشه. اما حتی من در مورد محدوده بین 30 تا $40 هم یه ویدیو ساختم و کاملا دلایلش رو گفتم و توی همین ویدیو هم براتون میذارم. انتهای ویدیو هم قطعا میذارم براتون که اگر دوست داشتید این ویدیو رو هم قبل از اینکه بخواید سرمایه گذاری کنید ببینید، اما ریسک ها هم فراموش نشه که ریسک ها خودتون رو رعایت بکنید. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.